Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده ها تماشابینان ما. امروز ما در دامانه کوه در آهلیک بالا در خانواده علیشیر حاجی بابا گلما حاجیانه تشریف آوردیم برای تبریک کردن جشن زادروزی خالجان عزیز که امروز برنامه جشن زادروز دارند. از نام جیان ها شخصا از نام علیشیر اکا گلما حاجی، از نام خانواده‌شان و از مسافرت از نام جیان ها جگربندان، از نام مدینه هایتی، از نام برادر عزیزمان علی مردانکه حاجی بابا، از نام شادروز، شکور، شادان، انور تبریک میگویم. لحظه های خرسندی را همراه شمایان ببینیم و البته امروز نیز جشن زادروزی دلشاد جان است و آن را نیز طریق آنلاین تبریک میگویم. ما آغاز کردیم رفتیم. Bu shoh jonimga همه شمایان را به این درگاه زیبا، به این درگاه پرفیض برادر عزیز ما علیشیر حاجی اکا و خاندان گلما حاجی آیتی خیر مقدم میگویم. قدم هایتان بالای دیده. برای امروز در این باد و هوای زیبا، در این طبیعت پرفیض آهلیک عزیز ما جشن زادروز، روز تولد برنامه را جشن گرفته ایستاده بوده. می‌خواستیم برنامه را در این لحظه های خرسندی تبریک و شادباش و شادی نگوییم. برنامه نیز یک انعنه زیباست در سمرقند ما. کودک 40 روزه می شود، همچون یک انعنه چیلگریزان برگزار میکنند و خاندان پدری و مادریشان همچون مهمانی میبیاین همراهی طفل نازنین. البته همراهی عبدالرحمن جان نیز چیلگریزان را برگزار کرده ایستادند و ما میخواستیم سر اول برنامه را مادر عزیز، مادر مهربان، با امروز روز خرسندی جشن زادروز، روز تولدتان شما را تبریک میگیم. امروز شما را از نام فرزند عزیزتان، از نام جمیل آیتی، از مسافرت از نام جیانی نازنینتان مدینه آیتی، از امریکا از نام علی مردانکه حاجی بابا، از نام جیان ها شادروز، شکور، شادان، انور جان، دلشاد جان ها، از نام صاحب خاندان علیشیر اکا و گلما حاجی تبریک میگویم. گفتم مادر عزیز، مادر مهربان، خدا رحمت کند گذشتگان را، پدر مادران ما را که امروز در قید حیات نیستند و انا همین خالجان عزیز ما همچون مادر مادروار هستند بهر ما، همچون مادر دعاگوی هستند. از چهره زیبایشان ما همیشه یادی مادر را میکنیم. خدا عمری دراز پرمضمون، تنی صحت برایشان عطا کند. همیشه صحت سلامت و دعاگوی سر ما باشند. ما بسیار دوست می‌دارم، حرمت میکنیم. امروز مولودشان مبارک باشد. میگویند زندگی را داده معنا اللهایت مادرم، هم نوازش های گرم و به بهایت مادرم. از فرح لبریز میگردم زی سر تا پای خود، هرگاهی که بشنوم حرف و صدایت مادرم. چشمه مهر و وفا و گنج دنیای منی، هستی من، جان من، بادا فدایت مادرم. با دعای نیک تو من سبز میگردم مدام، رهنمای من بود دستی دعایت مادرم. برناخلا امروز زادروزتان مبارک باشد. خدا کند که 120 ساله شوه. ما همراهی جمیله خلا، همراهی مدینه آیتی که در مسافرت هستند صحبت کردیم. گفتم راستش اینجان به مادری دشوار بوده است. ما هر بار همون طریق تلفن همراهی خالجان ما صحبت کنیم اگر چهره مادر ما به خاطر می بیاید و خودشان را برای ما احتیاط کنند. صحت سلامت شده در سر ما سایبان شوند و 120 ساله شوند و همیشه دعاگوی سر ما شده گردند. زادروزشان مبارک باشد.
دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. زاد روزتان مبارک باشد، روز تولد را مبارکباد میگویم و در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که تمام دنیا تن گرفته کتاب قرآن کریم را پیشکش شما میکنیم. امروزه زاد روزتان مبارک باشد. مرحبا. Har bir istagining chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda muhrab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagining chorasini topgan, menga tosh otganga. مبارک باشد. و البته امروز برنامه در روز خرسندی شادیانه از نام فرزندان و جگربندان که در مسافرت هستند یک دسته گل زیبا را تقدیمتان میکنیم. مانند همین گلها همیشه شکوفا نشته گردید. مرحمت، زاد روز مبارک باشد. مرحمت. امروز خاندان آمکلانبا عبدالرحمن مهمانی آمده است. خدا کند که پیر بیدرد شود، دوامچی انمی هر دو سلاله شده گردد و از پشتش ما فخر میکردگی انسان شود. خدا کند در یک سالگیش، در ختنتویش، در توی نکاهیش یک جای خدمت کنیم و پهلوان خاندان کلان شود میگویم. امروزه لحظه های خرسندی مبارک باشد. همین بسیمای عبدالرحمن یک فرشته از طرف خداوند و خاندان پدر مادرش توفا آمد که علاقه امروز چیلش گذشته است و چیلگریزان را برگزار کرده استادیم در روزی زادروزی آنکلان. لحظه های خرسندی مبارک باشد. و در اینجا ما میخواستیم شیرینی داریم، یک جای شیرینی را بریم و از آن تناول کنیم، بعد از آن باز سخنها را دوام کنیم. مرحبا. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня. برنامه خوش آمدید کنیم. مبارک باشد. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشد. مولود مبارک، روزی زادروز را مبارک باد میگوییم. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. در این دنیای بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. مادرای عزیز، زادروزتان مبارک باشد. و امروز در روز خرسندی در
روزی جشن زادروزی آنا کلام در مسافرت یک نبیره شیرین شما جشن زادروز گفته استفاده است. وای خدا زادروزی پسر مبارک باشد. امروز دلشاد جان در مسافرت چند ساله شدند؟ چند بار آمد؟ 20 سالگیشان را برگزار کرده ایستادند. خدا کند که وای خدا همین سالهای نزدیک به بیاین و یک خودتان برین کیرین پربردار مهنت دوست نصیبتان کند. بگذار از پشتی همین فرزندان فقط حضور و حلاوت دیده گردید. همراهی پدر دلشاد جان یک جای پیری با دولت شده گشتن برای شمایان نصیب کند. چه آرزو امیدها در دل دارید و عملی نگشت در وقت جوانیتان از پشتی دلشاد جان به همه آرزوهایتان رسید. امروز زادروزی فرزند مبارک. زادروزی فرزند اولا برای مادران بهترین روز است، چون که از طرف خداوند یک تحفه می‌آید به افتخار مادر. امروز زادروز دلشاد جان است. دلشاد جان ما را آنلاین می‌بینند. زادروزتان مبارک باشد. 120 ساله شوید. شما را از نام تمام خویش و پیوندان، از نام اهل آهلیک تبریک می‌گویم. البته امید می‌کنیم که همراهی خویشان با راهبری علی مردانکه یک جای جشن زادروزتان را با یک درجه اعلی گذرانده ایستادید. خدا خواهد آن لحظه ها را ما باز می‌بینیم. زادروزتان مبارک. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو سینا در دل و در دیده باشی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی. دلشاد جان البته پدر مادر از شما بسیار امیدها دارند، آرزوها دارند. با آن آرزوها خدا خواهد شما میرساند که امید میبخشیم. زادروزتان مبارک باشد. ما باشد به افتخار امروز تمام صاحب جشن‌ها می‌خواستیم سخن‌های تبریکاتی را از مهمانان شنویم. حاجی بابا یک تبریک می‌کنید می؟ من اویدیا سلامتی عمر دراز رزق فراغ همین جیانوی نیوروی حضورش بینم توی کنه تماشا کنه روزای ناز همین نیوروی بینم الهی محمود سفر بدگوی جیانوشونم سو سلامت همدا توی شرک کنه تماشا کنه روزای ناز همین بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین. تنی زاد و خود جمعیتیات کشف کرو خدا برکتیات هر این تونه یوفتگی رضای نقشوی توجه خدای خوبم دعا همه اویتی صد بدرون لیوره ایوره حضورش بینم همون سفر بده گویم سو سلامت همده همینجا توی کند تماشا کند رضای نقش هم نبینیم که چین نیت که باشد نیتش برسد. من همینجا دست برداشتگی نونش بتون نامش لخش گردد. آمین. الله اکبر. هزار رحمت حاجی بابا تشکر میگویم. هزار رحمت. و باز سخن‌های تبریکاتی باشد میشنویم. السلام علیکم مهمانان عزیز. همین که خوش آمده به درگاهی آنیکم با الهیم جشن جنت شدگی باشد. سرورانم هم تبریک میکنم. الهیم صد بدرویم. ساخت سلامت سر هم یکم با دوگوی شده گردن بودگیتون با شکر. همین خدا یک فرشته شده دادم بینه پیشاشون با همراه شده مشنه عبدالرحمن جانم تبریک میکنم. الهیم کلون شود آنش باباش نوبه داده دیش نوبه یک قسمتکار شده اپشتوش الهیم حضورتاشون بینن. همچنین دلشاد و کجان که هم تبریک میکنم. الهیم که هم صد بدرو هم یکاتون به رحمت اومدگیتون به شامده رحمتی کنم. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده هم یکاتون. آنا جان تبریک میکنم تونه 100 ساله شوه سری موام با دعا گوشته گرده. شما یا بینیم آنامه دیدگی بریم میشه. امی مهمونه که نوام تبریک میکنم. الهیم ساخت سلامت کلون شوه نموش به مناسب فرزند شوه. اوکایا که مهربان ما تبریک میکنم. 100 ساله شوه رهی مسافر با کارکاش بکشایشتیه سری موام با ساخت سلامت فخر آیلامون شده گرده. هم موتون خوش آمده. اندومی امام نیم تبریک میکنم. امام نو با رحمتی کلون دلی هم آمونه یافته میگردن بودگیاشون با شکر. اماکیم نویا هم یکاشون بودگیاشون با شکر. گلماهایتی مرحمت.
Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хушомаде ҳамаи акотун меҳмонакҳои азиз, нури дидар, тоҷи сар, ҷуни ҷигаракҳои бимло. Хушомаде ҳамаи акотун худои азиз, хушомаде табрик мекунам худома. Аллоҳ умраку ризқашон ба баракату кунанд, ду дунё саодат шавинанд, сари моҳон ба боши хуш шуда гардад. Аллоҳи меҳрабонам ҷое ки бимлома ҷаннат кунанд ва авлодҳошон шод шаванд. Абдураҳмонҷон қалун шавад. Як инсони нек, ходор ба имон, ба меҳру оқуват шуда кабаркилоба ҳофиз шавад. Хуш омаде Дилшодҷона табрик мекунам бачаҳа. Кенҷа булбула боям қалун шавад. Чӣ ниятҳои наз дора Аллоҳи меҳрабонам бора бисирафошон барасонад. Хуш омаде бо як бор. Хуш омаде нури дида тоҷи сар. Хуш омаде. ҳазор раҳмат, ташаккур мегӯем. ва акнун модарон навбатро ба рақсем, як ҷои рақсем, хурсандӣ кунем. имрӯза зодрӯзатон муборак бошад. марҳамат, сурудҳои рақсӣ барои шумоён. марҳамат.
چشمش بگیریم نامه آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتلت آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتلت 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 ناز بدن گشتلت گشتلت دل ناز بدن گشتلت نوبهار گلفشان دلکشایم مادرم قوت جان و دل و عقل رسایم مادرم عزیزان دل امروز مادر کلان خاندان را تبریک کردیم صاحب جشن ها را شاد باش گفتیم و همراه شمایان به هم دیدیم با ما باشید با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید و در پناه خداوند باشید